هر وقت که عقیده‌تان جور شد کل سوالاتتان چی میشه؟ حل میشه. و من یذق الدنیا مثلا چه قسم؟ یک دختر در اروپا حجاب کرده بود، تنها چشماش معلوم میشه دیگه، تمام بدنش حتی دستای خودم دستکش کرده بود. یک ژورنالیست برش میگه که شما در یک کشوری که در ایتالیا زندگی میکنین و این کشور است که اینجا بسیار آزادی هست و خانم ها میتونن به هر قسم که لباس بپوشن و ولو که بدون لباس هم بگردن، بر از این امکانات است. تو دختر مسلمان در این قلب اروپا در تو جای آمدی و این قسم لباس پوشیدی، در حالی که در کشورهای اسلامی در بسیاری جهان اسلام بعضی خانم ها میگن که مثلا حجاب که است مثلا زندان متحرک است و مثلا قفس است و مثلا چطور است و مثلا فلان است و رقاصه میخیزه سر حجاب انتقاد میکنه و سر دیگه پاوترا و خود میگه مسلمان هستیم. خودت چطور داری مملکت؟ او برش میگه بی برادر محترم، اینجا مسئله مملکت نیست که آزادی چقدر است و چقدر نیست. روزی که من عقیده کردم به این کتاب الله که خواندم در صفحه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم، عقیده کردم به رحمان الرحیم که الله که ما را خلق کرده بخشاینده و مهربان است. اینال هر حکمی که او خالق متعال بر انسان میته ولو که هر قدر سخت باشه به اساس رحمت است، به منفعت من است. پس این چادر ما که میپوشم، این چادر ما به خاطر ازی که رحمان الرحیم ایرا گفته بر من، الله که رحمان الرحیم است. این چادر ما علامت رحمت الله هست که در سر ما هست. اینال کسی که چادر حجاب در سر نداره یا از حجاب خوشش نمیایه یا میگه والا من این چادر حجاب که من چادر کلان در سر لباسای اصلا چادر حجاب خاموس که یک چادر کلان بپوشی در سر دیگه لباسای این که تو یک بالا پوشک میپوشی و یک دستمالک در سرت میپوشی و چی میکنی، این حجابت کامل نمیشه تا اون چادر کلانی که کل همین لباسای زیرنگیت معلوم نشه ایره نپوشی. این حال وقتی که ایره نمیپوشه در حقیقت ای از رحمت الله دور است، رحمت الله رو نمیخواد. چی را میخواه؟ نفس اماره به سوی خود. و من مسلمانی که گفت در اروپا زندگی میکنم، همینجا هستم، تولد شدیم، کلان شدیم. روزی که قبول کردم که این خالق رحمان الرحیم است، عقیدیم جور شد. آله هر حکمی که الله میکنه، اگر الله متعال بر ابراهیم علیه السلام میگه که ابراهیم برو اینمی فرزندت ذبح بکن، ابراهیم علیه السلام عقیده داره که این خالقی که برم این امر کرده از قلب مکده، او الله بسیار مهربان سر از فرزند من، دی منفعت فرزند من است. یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک. اسماعیل چی میگه؟ یا ابت افعل ما تؤمر. پدر او امری که از جانب ذات رحمان الرحیم برای ما داده شده است او را حتما انجام بده، نه چیزی که دل تو میخواه بلکه چیزی که تو امر کرده شدی. چرا او خالقی که امر تو را کرده که ما باید کشته شوم دمی جوانی، این هم رحمتش است. بالاخره اردوشان یقین و ایمان قوی دارن، لکن الله متعال انسان یک امتحان میکنه، لکن برش در طول تاریخ یک عزت میده. نه ابراهیم بچه خدا کشت، امر الله را قبول کرد، اما نمادش الله که بچه خدا بکشه. و نه اسماعیل هم کشته شد، الله به عوضش برای ابراهیم علیه السلام گوسفند روان کرد، گفت این ذبح بکن خلاص. لکن عقیده امتحانت کامیاب شدی و تا روز قیامت برای ما و شما گفت که قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. اونو ابراهیم اسوه برای کل ما و شما شد. اسوه چی شد؟ اسوه اعتقادی شد که این تو عقیده داشته باش که
در لحظه‌ای که بالای تو حکم مرگت هم صادر میشه، اونمون لحظه هم باید بگویی که اگر این حکم از جانب الله باشه اساسش رحمت الله هستی به منفعت من هست. و مسلمان حقیقی میفهمه یک نفر شهید میشه در راه الله، چی نقص میکنه؟ ما تو نقص کردیم که عقیده ما خراب است، وی ولا فلانی بیچاره، ما تو میگیم بیچاره. فزت و رب الکعبه. صحابه چی میگفتن وقتی که به شهادت میرسیدن که تیرها و چیزا در شکمش میمود کالم افتاد، میگو فزت و رب الکعبه، قسم است به رب العالمین، رب کعبه. کعبه یک مخلوق است، کسی که قبلی خود تعیین کرده، قسم است به ذات ذوالجلال که ما کامیاب شدیم. اونا کامیابی خدا چی احساس میکردن؟ در شهادت. و شهادت بزرگترین مقام است که الله متعال این مقام جنرالی رو به هر کس نمیده. هر کس خود جنرال شده نمیتونه در یک مملکت. جنرالی رو ممو کلانی که برش میته خود او بسیار صفات مطابق چیز خود میداشته باشه برنامه خود. این حال الله متعال که این مقام میته بر هر کس خود نمیته، بر بنده های خاص خود میده. از این خاطر صحابه میگفتن فزت و رب الکعبه. هدفی است که وقتی عقیده جور شد همه چیز چی میشه؟ جور میشه. وقتی که عقیده خراب بود همه چیز چی میشه؟ خراب میشه. فی ظهر الفلاح